سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 8 صبح مرزبانان تاجیک 7 شهروند افغانستان را کشتند. فسب زادگان آسیای مرکزی را به قصد حمله ها در مسکو و دنیسک عیبدار کرد. من گناهی ندارم. سلیمان دولتوف اتهام رابطه با تروریست ها را رد کرد. عضو گروه 24 بلال قربانعلیف بعد اخراجش از آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هنوز ماه فوریه سال 2024 بلال قربانعلیف عضو حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را به 10 سال زندان محکوم کرده است. یک مسئول دادگاه نویه اسماعیل سامانی روز 11 اپریل سال 2024 به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت بلال قربانعلیف به تشکیل فعالیت اتحاد جنایی گناهکار دانسته شد. طبق ماده 307 علاوه 3 10 سال زندان این جزای حد اکثر است. معلوم نیست که آیا خود بلال قربانعلیف این اتهام را تا کجا پذیرفته است و در مرافعه دادگاهی چه گفته است. این هم معلوم نیست که آیا او وکیل دفاع داشت و یا چون در اکثر دیگر پرونده های ضد فعالان مخالفین کار بلال قربانعلیف را نیز به ادوکات دولتی سپرده بودند. نظر نزدیکان بلال قربانعلیف نیز دسترس نیست، ولی گروه 24 حکم زندان این عضو فعال این حرکت را سیاسی نامیده محکوم کردند. حسین اشوروف که بعد در صحنه 2 مارس سال جاری در استانبول ترکیه غیب زدن رهبر حرکت سهراب ظفر اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 شده است، حکم دادگاه را نسبت به بلال قربانعلیف غیر قانونی خواند. او میگوید دادگاه ها در تاجیکستان مستقل نیستند و به نفع خانواده امام علی رحمان کار میکنند. قربانعلیف را برای داشتن عقیده سیاسیش زندانی کردند. هدف حکم خاموش کردن صدای آزادیخواهان و ترس دادن قشر جوان کشور است. از حکومت تاجیکستان هیچ انتظاری نداریم، اما از حکومت‌های اروپایی می‌خواهیم فعالان سیاسی را که جانشان در خطر است از کشورهایشان نباید اخراج کنند. ایراد حسین اشوروف به مقامات آلمان است که 24 نوامبر سال 2023 با وجود هشدارهای زیاد مخالفین تاجیک و حامیان حقوق بلال قربانعلیف را به تاجیکستان اخراج کردند. قربانعلیف یکی از آنهایی بود که در پایان ماه سپتامبر در حمله با تخم به ماشین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر برلین اشتراک داشت و همسفانش از آن در تشویش بودند که او در تاجیکستان به صورت ناگزیر به خطر عذاب و شکنجه و حکم طولانی زندان دچار می شود. بلال قربانعلیف بعد عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از سابقه‌داران حزب نیز در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اول سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد، اینک دومین نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان است که از آلمان اخراج و در تاجیکستان محکوم به زندان شد. فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 11 اپریل سال 2024 با نشر 2 بیانیه علیحده از پیشگیری کردن حمله‌های تروریستی به سیناگوگ در شهر مسکو و یک پایگاه حربی در شهر اشغال شده دنیسک در شرق اوکراین خبر داد. بنا به اطلاع فسب، زاده یکی از کشورهای آسیای مرکزی سال تولدش 2002 که قصد حمله به مبدأ یهودیان را در سر داشت، روز 2 اپریل سال 2024 هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به آتش جوابی بی‌ضرر گردانیده شد. شعبه تروریستی در دنیسک باشد به ادعای فسب از 6 شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی عبارت بوده. فعالیتش از قلمرو اوکراین هماهنگ ساخته میشد و گویا بعد انجام حمله اعضای این گروه قصد داشتند به ترکیه فرار کرده سپس از آنجا به اوکراین بروند. تفتیش این ادعاهای فسب توسط منابع دیگر امکان ندارد، ولی قبلا هم حامیان حقوق فسب را به آن ابدار میکردند که به خاطر نمایش بردروغ نتیجه های بلند در عرصه مبارزه با تروریسم به ضد مهاجران بی‌حقوق و بی‌حمایت به خصوص به ضد زادگان آسیای مرکزی پرونده های بردروغ می‌بافند. بنا به فرضیه فسب در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی معین کرده شد که این خارجی سال تولدش 2002 که در وطنش برای یک عمل جنایتی زندانی شده بود با تشبث خودش به افراد برای فعالیت‌های تروریستی محکوم شده در تماس شده
تحت تاثیر آنها ایدئولوگ یک سازمان بین المللی تروریستی در روسیه ممنوع را پذیرفت. بعد آزاد شدن اون ماه نوامبر سال 2023 به روسیه آمد. این شهروند خارجی که در مسکو زندگی میکرد به انجام حمله تروریستی آمادگی میدید. محل اطراف یکی از سیناگوگ‌های شهر مسکو را آموخته، همچنین برای ساختمان مواد ترکنده اشیاء ضروری را به دست آورده بود. فسبه می افزاید که روز 2 اپریل سال 2024 این جوان هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و به آتش جوابی بی ضرر گردانیده شد. در مکان زیست او وسیله ترکنده خودساخت برای استفاده آماده، همچنین مواد ترکنده یافت و گرفته شد. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. نام جوان کشته شده نشر نشده است. فسبه گفت حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در رابطه با این قضیه در دست بررسی است. بنا به گزارش دیگر مرکز رابطه با جامعه فسبه روز 11 اپریل سال 2024 در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی معین کرده شد که فعالیت گروه تروریستی در قلمرو اوکراین هماهنگ ساخته میشد. اعضای گروه بعد انجام جنایت قصد داشتند که به ترکیه فرار کرده سپس از آنجا به اوکراین بروند. تفصیلات دیگر حادثه و نظر مهاجران دستگیر شده دسترس نیست، ولی فسبه ادعا کرده است که از مکان زیست تروریستان 2 وسیله ترکنده خودساخت برای استفاده آماده و گرانت هوای دستی یافت و گرفته شد. این بازداشت‌ها در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو است که 144 کشته به جا گذاشت. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنوگورسک را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه همچنان تلاش دارند که اوکراین را به بین کشیده به دست داشتن در این حمله خونین عیبدار کنند. سلیمان دولتوف یک فعال اپوزیسیون تاجیک که در کشور اروپایی لیتوا به حبس گرفته شده در حال حاضر در اردوگاه دپورتاسیونی قرار دارد. روز 2 اپریل سال 2024 در بیانیه‌های خطی و ویدیویی از این اردوگاه ادعای دپارتمنت امنیت دولتی لیتوا درباره خطر داشتنش به امنیت ملی لیتوا را به پایان آمیده رد کرد. اخیرا شبکه تلویزیونی و رادیوی لیتوا شرح رسمی دپارتمنت امنیت دولتی این کشور را پیرامون قضیه سلیمان دولتوف نشر کرد که در آن چنین گفته می شود: دپارتمنت امنیت دولتی به دپارتمنت مهاجرت چنین خلاصه داد که دولتوف به دلیل رابطه هایش با اعضا و طرفداران سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های تندرو و پنهان کردن عقیده‌های تندروانه به امنیت دولت لیتوا خطر ایجاد می‌کند. اما این نهاد مشخص نکرده است که سلیمان دولتوف به همکاری با کدام سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های تندرو عیبدار می‌شود. سلیمان دولتوف در بیانیه‌هایش این ادعای دپارتمنت امنیت لیتوا را هوایی نامید. ژورنالیست‌های تاجیک این اتهامی که بالای من قرار دارد این را من رد میکنم. من از 2014 تا حاضر برای دموکرات و برای وطن، کشور، سرزمین تاجیکستان مبارزه و میخوام که وطن خود وطن دموکراتی همچه آزاد باشد و روزهای نزدیک ردیه من با سپیسلوژب لیتوا با دستی برادر شرافالدین گدایف میرسد و برادر شرافالدین گدایف در همه جا پهن میکند و من هیچ گناهکاری نیستم و به یگام گروه ها شامل نیستم، نه گروه های تروریستی نه گروه های اکستریمیستی. ما یا آزادی خواه هستیم و آزادی ملت و وطن کشور خود میخواهیم و میخواهیم که کشور ما مثل دیگر کشورهای اروپا آزاد و مردم زندگی به سر برند. دولت به تفتیش مستقلانه پروندهش اصرار ورزیده گفت آماده است که با دلیل‌ها بیگناهی خود و با تروریسم یگان رابطه نداشتن خود را ثابت کند. روز 9 اپریل سال 2024 حرمت ببی رحمتشوی و همسر سلیمان دولتوف نیز در یک نامه سرکشوده از پرزیدنت لیتوا گیتاناس ناوسیدا برای اهل سرنوشت شوهرش یاری خواست. سلیمان دولتوف پناهنده سیاسی تاجیک را نیمه دوم روز 5 اپریل سال 2024 بعد نماز جمعه افراد نقابپوش از نزد طرفخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر کردند و روز یکشنبه 7 اپریل دادگاه ویلنیوس فعال تاجیک را برای 2 ماه یعنی تا 6 ایون سال جاری به حبس پیشکی گرفت.
سلیمان دولتوف سال تولدش 1966 زاده شهر وحدت از سال 2015 اینک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. ترکیه نظام بدون روادید یا ویزا را با تاجیکستان بیکار کرد. بعد 20 اپریل برای سفر به ترکیه شهروندان تاجیکستان باید ویزا بگیرند که نرخ ویزا یک کراتش $60 و نرخ بسیار کراتش $190 مقرر کرده شده است. آنهایی که توسط فرودگاه ترکیه به صورت ترانزیت پرواز میکنند به ویزای ترکیه ضرورت ندارند، ولی به دو شرط: اگر فرودگاه را ترک نکنند و دوم فاصله بین پروازها نه بیشتر از 24 ساعت باشد. طلبگاران ویزای ترکیه برای گرفتن ویزای سیاحی باید کمش 14 حجت آماده کنند. برای گرفتن ویزای چند کرته یا تجارتی باشد کمش 19 حجت لازم بوده است. سفارت ترکیه در تاجیکستان ترتیب گرفتن ویزای این کشور را نشر کرده است. شکل درخواست یا انکیت در سامانه آنلاین پر کرده می شود. نسخه همه حجت‌های ضروری را نیز در آنجا وارد کرده می شود. این چنین صحنه و وقت واخوری مستقیم برای پیشنهاد حجت‌ها در سفارت انتخاب کرده می شود. باید در وقت تعیین شده با ورقه چاپ شده درخواست روادید یا انکیت و نسخه اصلی همه حجت‌های ضروری به سفارت حاضر شد. برای کارکرد درخواست 2 هفته وقت لازم است. پرداخت باج کنسولی باید در سفارت با پیشنهاد حجت‌ها با دلار با پول نقد انجام داده شود. نرخ روادید یک کرته $60 و بسیار کرته $190 است. توصیه داده می شود که برای روادید نه کمتر از 1 ماه پیش از صحنه به نقشه گرفته سفر مراجعت کنید. طبق تجربه بین المللی گرفتن روادید معنای آن را دارد که شهروند خارجی حتما می تواند به کشوری که روادید گرفته است وارد شود. قرار نهایی ورود به ترکیه را پلیس سرحدی هنگام رسیدن قبول می کند. پرداخت روادید در هیچ حالت برگردانیده نمی شود، حتی اگر درخواست روادید شما رد کرده شود. دستورهای پره به زبان‌های روسی و تاجیکی برای پر کردن ورقه درخواست و حجت‌ها را در سامانه سفارت ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه داوطلبان روادید باید سوغورته طبی سیاحی داشته باشند که دوامنامه سفرشان را در بر میگیرد. برای آنهایی که برای روادید کاری مراجعت میکنند، دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتیک و آنهایی که خویشاوندان درجه یکم شهروند ترکیه میباشند و از جانب شهروند ترکیه سوغورته شدند، سوغورته طبی طلب کرده نمی شود. همه نمود روادید حقوقی بود و باش حد اکثر 90 روز را فراهم می آورد. برای همه درخواست‌های روادید شناسنامه شما باید نه کمتر از 6 ماه بود و باش شما در ترکیه اعتبار داشته باشد. علاوه بر این شناسنامه شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد. هنگام مراجعت برای گرفتن روادید برای کودکان تا 18 ساله که با یگان مقصد به ترکیه می روند، رازگی هر دو والدان را گرفتن لازم است. برای شخصان تا 18 ساله به واسطه برای گرفتن روادید مراجعت کردن ممکن نیست. یکی از والدان یا دیگر شهروند خارجی که والدین به آنها وکالتنامه داده است می توانند به جای شهروند خارجی دیگر زیر سن 18 ساله برای روادید مراجعت کند. شخصی که برای وارد شدن یا ترانزیت توسط ترکیه به درآمدگاه سرحدی می رود ولی به سبب آنکه او به شرط‌های پیش بینی نموده قانونگذاری موافق نمی‌کند، وارد شدن یا به طور ترانزیتی از قلمرو این کشور منع است. مسافر نامطلوب حساب می شود. روادید حقوق کار کردن را نمی‌دهد. اگر شما خواهید که در ترکیه کار کنید، باید روادید کاری از نمایندگی جمهوری ترکیه در کشوری که شهروند یا هستید یا در آن جایی که قانونی حضور دارید دریافت کنید. روادید سیاحی تنها برای سفرهای توریستی اعتبار دارد. شهروندان خارجی که در روز ورود به ترکیه اجازت اقامت یا اجازت کاری دادند، می توانند بدون روادید وارد ترکیه شوند. منابع محلی در ولایت تخار خبر دادند که 7 شهروند افغانستان هنگام کوشش ورود به خاک تاجیکستان از سوی نظامیان تاجیک کشته شدند. بنا به گزارش نشریه 8 صبح، حادثه شب 9 اپریل در مرز تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه چوهاب رخ داده است. مقامات تاجیکستان و گروه طالبان تا حال درباره این حادثه رسما خبر ندادند.
روزنامه 8 صبح از قبل منابع محلیش در تخار نوشته است حادثه زمانی رخ داد که 7 شهروند افغانستان تلاش کردند که از طریق دهه نوآباد ولایت تخار وارد خاک تاجیکستان شوند. منابع در مقامات تخار گفتند که اشخاص قاچاقبران مواد مخدر بودند. آنها ساکنان ولایت تخار و بدخشان بودند. جسد 2 نفرش را در ناحیه چاهاب ولایت تخار به خاک سپردند. شخصیت کشته شده ها تا حال معلوم کرده نشده است. نوشته است روزنامه 8 صبح. از این قبل روز 24 مارس سال 2024 جنرال پلاس، یک یوتیوب کانال خبری که اساسا مسائل افغانستان را پیگیری میکند، با تکیه به منابع محلی در ولایت با تاجیکستان هم مرز تخار خبر داد که نیروهای مرزبانی تاجیکستان بخشای از جنگلزارهای واقع در مرز ناحیه‌های دشت قلعه و در قد را آتش زدند. این 2 ولسوالی در مرز با ناحیه‌های همدانی و فرخار و پنجکند ولایت ختلان تاجیکستان جایگیر شدند و از مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به شمار می روند. مقامات امنیتی تاجیکستان از جمله سرریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همین طور نمایندگان حرکت تندرو طالبان که از آگوست سال 2021 اینک 2.5 سال باز امور دولت افغانستان را غصب کردند تا این خبرها را شرح ندادند. در وقتهای آخر به نگرانی‌های جانب تاجیکستان از سمت افغانستان بر علاوه قاچاق مواد مخدر باز خط مرز را رخنه کردن گروه‌های سلاح‌بدست مخالفین مسلح حکومت کنونی پرزیدنت امامعلی رحمان افزوده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. روز 2 اپریل سال 2024 در روز عید سعید فطر در شهر کراسنودار در جنوب روسیه یک مرد 39 ساله زاده تاجیکستان در حالت مستی در کوچه در بین مردم رگ‌های دستانش را بریده قصد جان خود کرده است. در ملیس کراسنودار با تصدیق این حادثه گفتند بر اساس معلومات به دست آمده این مهاجر تاجیک از دختر دوست داشته‌اش جواب رد گرفته دست به چنین کار زده است. سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهر کراسنودار ارتیوم کنوالنکو خبر داد که شهروند تاجیکستان سال تولدش 1985 در محله گیدرستریتلی با یک آلات تیز دستانش را بریده است و در نتیجه خونش رفته است. به این مرد کمک رسانیده شد. او زنده است، افزوده است کنوالنکو. در پلیس کراسنودار هم چنین گفتند که مرد خارجی ظاهرا مست بود. به گفته خودش سبب چنین اقدام رد شدن پیشنهاد عشقش به یک دختر شده است. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. اسم مرد تاجیک نشر نشده است. درباره دختری که این مرد تاجیک به خاطر عشق او تیار بود که از بر جانش گذرد یگان معلومات تا حال به دست نآمده است. مرد زاده تاجیکستان را به دست طبیبان سپردند که طبابتش کنند. در رابطه با این حادثه سنجش آغاز یافته است و بر اساس نتیجه های آن تصمیم خواهند گرفت که پرونده جنایتی گشایند یا نه. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.